کنی آخر تو بزنی با مغز سری اناری تو بس گگمال بخورم تو گب خیلیت داری چی بخوری؟ بخورم من تشنه شدم دیگه ذره بمی گرمی بیام آدم گب با مفتو خیلی میزنی بخوری بخور کاری تو کردی خدا خوشو خورم میزنه خوشو نیه مادر آدم بخور کسا رو قطع بدی بخور گوش کس چی میگم تا مثل می خوشی میبری امی تا پرگپی هسته که هیچ اصلا سیل نمیکنی که چی گپه گپ مفت میده میزنی کسره بابا 4 روز میسختی خواره چی میساختم خودیو برگپ با هر کاری گپ بزنه دیک پخته میکنم گپ بزنه نون پخته میکنم گپ بزنه میشینم گپ بزنه رو میرم گپ بزنه تکلیف اصلا پیدا شده بس من مجبور کردم که با فیناکی بزنم که دیگه کار نکنم انال خوب کاری کردی انال بیترین کاری کردی علی بگدی مغز سری شاید پولا شده باشه خدا میدونه سرگین شده باشه چی بلا شده باشه برکو خسار نمی به دکتر نمیبرم میتزدم که بیا که اعصابی به جا بیایی دیگه گیت گپا نزد بم هر کاری مگری مداخلت کنه بکو خونی و سیوای خونی مکو سیوای بابا چی کار دارم مشو خونی من سیوای از سیوای وقتی به من گپ مفت لولب ندی بخی جلوشو با کجا برم نمیرم مونده شدم به قبریستون بری تو هم از اینا نیوتون ملامت یه برو داده والله کجا رو بزنی؟ گیلم رو کشید به کجا رفتی؟ به کجا رفتی تو؟ ای رنگه تو به خاک شه دل بعد نمار پاک بندختی آخه دردی من مادر تو داده تو چری من بدبخت میزنی بده به خیر خوشی نون بده گیونه بدوی گیره دل بند من بندختی بالا جو بختام ها پرگیل شو های تو کاری با پیدا میشه خودی که بیننده عباس چه گیله؟ چه کار؟ چه کار گیله؟ باید با هم ریخته معلوم میشی ها؟ چه کاره کس ماست برات شده؟ ها کی نه؟ کجیر ندیدی؟ کجیر؟ ها کجیر چرا گیله؟ باشه بیا آمده خود خوار خود نانه مر بزده سه لط کرده نانه چی مر میگی؟ نمزاد من ها نانه مر بزده بیلو نمزاد تو بخست نانه ها بزده کجیرم خودیو بوده اینه ها. چره؟ بوده. کسی بیده که خوشو خور بزنه ها من نمیفهم چری تنه کجیر خون بیده همه تیمیج است کدی ته هنمی تیمیجه خود چری نگریفتی آخی چه کاره گیره؟ چه کاره قطی کردی؟ چری نگریفتی ما چی باید میز بخوازی بودن که چه کاره نگو نکنی تا برو کنی میری بیجی کدی ته میره ها نمیته بگن برو دادیو که خودیو نبود نه یکه بوده یکه بوده اگه دیدی خوبه که ماما میگفتی برو تو بعد اینجا غیرت خو معلوم کنی که نانه وقت سنن نانه ترسده کی؟ تو بعد اینجا غیرت خو معلوم کنی ساق بالا که بزی به زمین زور من نمیکشه بزو تو گوش کشی مدار بزنه میگه زور بزو نمیکشه ایشته شرایطی شده تو به خدایا من خزن خوشو خو سلات نکنن تو به عجب شرایطیه تو صبر کن دیگه امروز دیگه من خودی خسون خودی تو یک چی میکنم یک سو بفهمیدی بچه یک وجبی تو خودی دختر یک وجبی تو میاید نانی مر میزنه بفهمیدی در سرعت شما میشکنم
با میرخسی کسی نیه بله برقصم تک تک میکنی کسی نیه بسرو سلام علیکم من نماشین وعلیکم کوکو السلام. خودتون اشتنی دنجر چیار عرق دانم من خب باشه عرق بشه میگو این دختر شما چی رقم دختری بیده چیکار که دختر این شیر خوش خورده البا نه چرا چی خاطر چیکار شر مادر من میزنه مادر تو زده مادر من بزده به ترمز به مغز سر مادر من زده کانال مادر من میتونم لوکش به تصل شده چی مسئله بیده که زده به ترمز به تصل مادر تو هیچی نانه میگه که من بزیو میگم که تو دختر چرا تا خونه جری نمیکنی چرا تو مثلا میمون میای پیالا لمشته چرا مثلا روغن میاره میگم شما هم به در میریزی به پرو میاره جاری میری میکنی خب انا بیا به خاطر زده ها بسرا خود خوار خب کجا میری پا بیا مثلا به کجا رفته پا ما چی خبر است که به خونه عمی خور رفته دیگه به خونه عمی خور با اینجا خونه عمی اوتالیه یعنی گیلک کم سردیل داری کوکو که چرا سردیل داری کوکو خودم میاسته که من خودشم مزاق ندارم دیگه سعی کن چی میگم بله چرا من میرم پیش دختر خب دختر خو میفهمونو کوکو زای چلگیری هم نکو دیگه اشتباه خو که مادر تور بزنه یار خوب اگر دختر کار خوبی نیست که در سر چلگیری میکنی بعد دیگه چلگیری نفتا کنه ویری شمونه گپ مفزینی گپ مفزینی خود که با خود خودسال بزو برجو بر بزی برجو به خوب تو بر کار رو بی بر کار با نه بیش مهمتر یا شما گفتم دختر خو نصیحت نکن مگر میفهمی یا نه خود نصیحت کنه دیگه حق نداری خودسال ما با سلام بیاین برو کوکو برای کار خوب برو فهمیدی برو دیگه ایده من ببینم من بگذاریم که من لیلی ما رو ببینم آنی لیلی ما دیده چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ گردنم و بعد با چاموک ضرور بزنم میاد که تا به یک ما مگن شما بالا سر گریه کنیم بگیم این بترسیده مثل که مفته نه ما مثل که مفته رو بزدم آدم مادرتم گناه داشته او یک بجبی چرا به چی شما میزنم مادر من کی مادر خب پس چی بسته خودی خوار خواهی میده احسلا بجسته بیری شده لا حالا تومت نه اخی تو ها حقیق میکش دقیق هم میکشه تو سیکو این دخترم دیونی اگه دیونی شیار به تو چه خوشی خور بزنی خوشی حکم مادر رو داره تشتا مادر خور میزنی بابا کجا شما بابا؟ تعدی رفته بودم سعی کنیم بابا شما چی میگم؟ امی خوار خور بفهمونی کدو خوار خو؟ زن گله با چی کار کرده؟ سعی کنیم بابا خوشی خور بگرفته بزد امی به ترمز امی تو پیناکی نزده خوشی خور شما برار کلونیونیم بزو بگیم بابا بفهمونی خوشی خور به ترمز زده؟ بلیا آره بیا مدانی بخونه مانه سعی کو چی میگم شما؟ بله اگر من بفهم که خبر شم که ای آدم بزده سر خوشی خور بشکستونده یا نه؟ بابا بزد امی تو ترمز بم پیناکی زده بابا اون حالا بخونه بابا من اگه بفهمم که خوشی خور نزده باشه اصلا نمیدونم دیگه من خونه خورا نمیدم حالا اینه بخونه من خورداری خود تیرو چی؟ اینه حالا بخونه مونه بیا اومده بخونه بخونه مونه؟ من مال میرو بیر بدر میکنم بریم بابا بیرون نکنیم بریم نصیحت کنیم بگیم خوشی حکم مادر داره تو چرا رو میزنی آخه شما برار کلونیونی راست میگی من چی میگم من کامیر میگم بابا ما به تعمیر رو قصور ادیمش سعی کنم ما چون ما چی بگم برار کلونیونیم دیگه با بیلا بریم مال بخونه میریم شما من بدر میکنم من نمام متخواره بریم من مالی میام متخواره که با کلونی و کورتگی نفهمی چی به درد من میخوره لازم اشتنین خوبیم بخیر سلامته کجا بخیر؟ میگم چی مسئله بود که با مادر شما بزده بود؟ کی مادر زده بود؟ خبر نداری؟ نه خب گوش کش یعنی رو از اون قایم میکنی یا خبر نداری؟ چی میگی تو اصلا؟ گله که دیدم غلطی کرده بود امی چوبا با دستی بود این چکار شده گیلک من تو چوبی بزن ولی چی نگفتم گفت اگه زن ما خسته مادر مسئلت کرده زن گیلک؟ ها مادر مرد زده؟ ها گفت مغز مادر بزده که مادر ما باد کرده اینه خیلی دلم به شما راست میگی عباس ها غلطی کرده همینجا گیلک بود به جلو ما خورد کی بود؟ همین 5 دقیقه پیشتر چرا مادر مر بزنه زن من چون گفتک به چی زده و پینک مادر مگم مادر من خیلی زده گم نرم رو کرده گفت که جیرم خودی بوده مادر من نگو به کجایه نه برادی بود گیلک میپره زن خوب کجیره
اگر این گپ است یا اگر راست نباشه یا گیلک مگر زن خوره کنه به خونه مادری یا مگر ابرارداری متیشه لارم از او ما گفت شاید شما قایم کنین از می گپه نه من خبر ندارم لالا من چی خبر دارم شرایط گنده شده هر روز سوال میخواد خوشی خوشی علت نکنه با خوشی آدم با جام مادر آدم لالا چی بگم اصلا نه با تو صبر شما خبر شده میفهمم من چی خبر دارم لالا من اشتباه از منه که من مادر خود نمیکنم به خونه برار خود میگم من برار مسادی حداقل به تا سرایم یک کلون باشه نافهم یه برار من گلک برای شمی تقیاست داره 5 دقیقه بعد هیچ چی میشه همه هوشی فکر از مغز میره شما نه خود آدم هوشیار پیگیری کنه گناه داره من دلسوزی نمیکنم یار مادر شما که بجا مادر من خیلی دل میبره اوسو خیلی تو کرسی گوشی خورم ور نمیداره مادر من خبر بگیریم بشه خیلی نرم شده باشه نه گوشی خورور نمیداره صبر مثلا چرخه گناه داره خوب شد دو گفتی عباس شو خیلی شما شاید قایم کنین گفت نه من خبر ندارم باشین بخیر برید